گفتند که کیف اکون مخلصا لله فی جمیع اعمالی، چگونه در تمام کارهایم شخصی مخلص شوم، شخصی که به خاطر الله میکند یک عمل، نه به خاطر غرضی از غرضهای دنیا. غرضی دنیا یعنی همه چیز، هر چیزی که خواه پول است، خواه مال است، خواه شهرت است، خواه آبرو است، خواه به خاطر یگان کس است، اینا همش غرضی دنیا میشد. مخلص خالص یعنی آدمی که عمل خالص برای الله میکنه، 100%، 99% برای الله و 1% برای دیگر چی نه، خالصا لله. انا همین آدم مخلص است. در درس گذشته گفتیم که شیطان وقتی که قسم یاد کرد که من فرزندان آدم همشه گمراه میکنم، غیری مخلص ها گفت، اینها نمیتونم. مصنف با اسلوب سوال با عنوان گذاشتن که چخیل بنده مخلص شوم، چیکار کنم؟ الشیطان یتعرض للانسان لیفسد علیه اعماله الصالحه. شیطان به انسان روبرو میشه تا اینکه عملهای نیکی او را ویران کند. عملهای آدمهای گنده را به سوی کارهای بد میبرد، لیکن آدمهای نیک چی؟ حرکت می‌کند که این کارهای نیکشون رو ویران کند. سبحان الله، این آدم طهارت کرده است، زیب و زینتش گرفته است، پیاده مسجد آمده است، الله اکبر که گفت شیطان میبیاد تا اینکه همه عملی صالحش فساد کند، ویران کند. ولا یزال المؤمن فی جهاد مع عدوه ابلیس. ببینید همیشه بنده مومن در جهاد است، همراهی ابلیس در جهاد است. خلاصه بنده مومن همیشه در جهاد و در مبارزه با دشمنش ابلیس است، حتی یلقا ربه علی الایمان به، تا آنده به که پروردگارش با ایمان واخورد. الله نصیب روزگاران با ایمان واخوردن را. و اخلاص جمیع اعماله له وحده، یعنی بنده مومن همیشه در کوشش و غیرت به آن صرف میکند که تمام عملهاش به خاطر الله کند، خالصا لله. و من اهم عوامل الاخلاص، اکنون مصنف چند سبب‌هایی که به سبب همین سبب بنده اخلاص پیدا میکند. چیکار کنیم؟ گفتن در ابتدا که صاحب اخلاص شویم، خالص برای الله تعالی عمل کنیم. یکمینش الدعاء. گفتن دعا یعنی چی؟ یعنی از الله تعالی پرسید که ای الله مرا یک بنده گردان که عملهایم را خالص برای تو کنم. اخلاص از الله تعالی میپرسید. چیکار کرده اخلاص پیدا کنیم؟ یکم عمل از الله تعالی میپرسید که شما را بنده مخلص گردانم. این یکمین سبب که به همین سبب آدم صاحب اخلاص می شود، دعا. دومینش اخفاء العملی، حرکت کنید تا به درجه یک صاحب ایمان شدن که در آن وقت دیگر مردم عملی شما رو می بیند نمی بیند، دیگه پروا نمی کنید، با آن تا به آن مرتبه رسیدن عملهای پنهان کنید، نداند مردم. کلما استتر العمل الذي يشرع فيه الاخفاء، هر وقتا که عمل پنهان شود، آن عملهایی که پنهان کردنش مشروع است. بعضی عملهای پنهان کرده نمیشد، وی باید آشکار کنیم، مانند نماز جماعت و مردم میبینند. خب کسایی که ندیدن اونها نمیگویید این ما نماز عصر خوانده اومدیم، نمیگویید. لیکن خیلی کسی دید آن عملهایی که پنهان کردنش مشروع است، یعنی امکانیت هست. کان اقرب الى الاخلاص و ارجو للقبول، یعنی این عمل به اخلاص نزدیکتر میشد و به قبول نزدیکتر میشد، امید قبول شویش بسیارتر میشه اگر عمل پنهان ماند بین الله و بین خودتون. این دومین سبب. بعد سومین عامل را ذکر کرده، گفتن که النظر الى اعمال الصالحین ممن هم فوقک. یکی از عامل ها یعنی سبب هایی که برای بنده به اخلاص شدن برده میرساند، نگاه کردن به عمل های صالح ها، با آن شخصیت های صالحی که از ما پیشتر در این دنیا زندگی کردن. فی اعمالک الصالحه لا تنظر الى اعمال رجال زمانک ممن هم دونک فی المسابقه الى الخیرات. میگن که در عمل های صالح به مردهای زمانه خودت که از عمل های صالح از تو مرتبهشان پایانتر است، با آنها نگاه نکن. یعنی مادامی که تو نماز جماعت میخوانی، نماز تهجد میخوانی، روزه پنجشنبه دوشنبه داری و طلب علم داری، با آن آدم‌هایی که از خودت پایانتر است با آنها نگاه نکن. چون اگر با آنها که نگاه کردی میگویی که آه من بنده صالح هستم و من از آنها پیش هستم و همین برای من کفایه هست، خودت فکر میکنی. بلکه به کی نگاه کن؟ به گذشتگان نگاه کن. و تطلع دائما الى الاقتداء بالانبیاء والصالحین، دائما از احوال پیغمبرها و صالحها خبردار شو، معلومات گیر اونا چگونه عمل میکردن. یقول الله سبحانه
اولئک الذین هدی الله فبهداه مقتده. الله تعالی درباره پیغمبرها گفت که اینها شخصیت هایی بودند که الله اینها را هدایت کرد، پس به راه آنها اقتدا کن، یعنی از پس راه این بزرگان رو. خب واقرأ سیر الصالحین من العلماء، تاریخی عالم ها را قرائت کن، سیرت علما، ترجمه حال آنها را، و العباد، و آنهایی که عبادت های زیاد داشتند، و نبلا، بزرگان، جمع کلمه نبیل، بزرگ، نبلا، بزرگ ها، و زهاد، آنهایی که از دنیا زهد کردند، از دنیا پرهیزگاری کردند. به حیات آنها نگاه کن، قصه خبر آنها را نگاه کن. فهو ارجع لزیادت الایمان فی القلب. این یک عملی است که یعنی برای زیاد شدن ایمان در قلب موردی امید است. یعنی می شود انسان امید کند که به سبب قرائت سیرت علما ایمان بنده زیاد می شود و عمل را بنده به خاطر الله تعالی اجرا می کند. این سیومین عامل برای پیدا کردن اخلاص. چهارمینش احتقار العملی، تحقیر کردن عمل. عملی که کردید اون عمل را حقیر شمارید، ناچیز شمارید. با وای عمل تکیه نکنید، با وای عمل عجب نکنید. آفت العبد رضاه عن نفسه. آفت بنده این که از خودش راضی باشد. کسی که از خودش راضی باشد این آفت است. و من نظر الی نفسه بعین الرضا فقد اهلکها. کسی که به نفس خودش با چشم رضا نگاه کند در حقیقت نفس خود را به هلاکت رسانیده است. یعنی از خودتان همه وقت راضی نشوید، همه وقت کمبودی خود کاوید. در این صورت از تحقیر دیگرها پرهیز میکنید. وقتی که فقط عیب خود را میجویید و به عملهای صالح خود نظر نمیکنید، میگوید که لا حول ولا قوة الا بالله. اگر الله تعالی برای من قوت نمیداد، الله تعالی برای من توفیق نمیداد، من این عمل را اجرا کرده نمیتوانستم. و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. و این نماز وزنین است. الله تعالی میگه که لکبیره، مفسران میگن که ای لثقیله. این 2 رکعت نماز وزنین است. الا علی الخاشعین، مگر با آنهای سبک است که آنها میترسند از الله تعالی.